سلام، چطورید؟ بچه امروز اومدیم بهترین موس بدوارز و پی پی ماینکرافت رو با هم تست کنیم که به نظر من اینه و حالا نرید تو کامنت آقا گلوریس مدل او بهتره مثلا فلان بهتره. بچه این به نظر من مثلا بهترینه چون که هم دستم که متوسطه و کامل میخوام رو دستم. بریم سراغ ویدیو. خب آقا که اول اون سراغ با تفرای تست. حالا بچه حالا با افاق میشه گفتش من اگه حالا خوب روش کلیک کنم و اینا میده دیگه، ولی اصلا درک کلیکش 24 تا 27 تا الان بیشتر میشه چون یکم حالا شیپش رو میدارم، شیپ را کلیکش اوکی نیست با دست مثل مدل او نه مدل دی یکم با دست اوکی نیست به خاطر همون. حالا دست من چون یعنی اگه دست شما کوچولی تر بود بهتر بود چون دستتون کامل روش جا میگیرید، ولی برای من این موس بهترینه و انگار واسه من ساخته شده. رایت کلیکش بچه‌ها میشه خیلی بیشتر گرفت ولی حالا من شاید نمیتونم با یارو کلیک بذار بریم یه پیککس بگیریم. آره حالا بچه موس خوبیه بهتون پیشنهاد میکنم بخونم یه سال هست دارمش. قبلش بلاگی A60 داشتم که بچه واقعا ازش خیلی استفاده کردم. من که اگه خسته شدم رفتم سری موس جای گرفتم و اینکه مثلا یکم بدون جون شده بود اذیتم میکرد و دیگه مثل قبلا نبود، یکم اذیت میکرد. یارو ماکراتیستی کم گرفته بود و بچه موس خیلی خوبیه. میخواستم واسه تون هندکم بگیرم ولی هر کاری کردم خوب نشد دیگه، حالا ببخشید درکو ولی خوب نشد دیگه. یه جوری بود که میدونید وبکم هم ضعیفه، وبکم گوشی نیستا، یه وبکمی که مادر بزرگم داده بهم و گفتش که حالا آقا بگیر با این ویدیو بگیر و اینا، گفتم که آقا نبود فلان ولی واسطش کردم بدم نبود، ولی واسه حالا اینکه مثلا چون توقعتون بالا سالا مثلا وضع ریپلان رو که میبینید یک با این مقایسه میکنید دیگه، ولی حالا من خودم اینو خوشم میاد ازش. حالا بلش کنیم یه چیزی به خودم فشار نمیاریم و بریم دیگه. یارو هم اینجا گذاشته خلاصه بچه ها موس خوبیه، خودم خیلی دوستش دارم. بعد همین آره راستی بچه ها اگه 100 سابیشم یه مدل رو میگیرم و واسه تون تستش میکنم، پس سریعتر سا بزنید تا بگیرم اونم واسه تون تستش کنم ببینم خوبه یا نه. آره ممنون میشم که سا بزنید و لایک هم بزنید چون من خیلی به همین کارهای کوچیک شما انجام میدید نیاز دارم. مرسی. اوکی اگه بریم راشاکو بزنیمش دیگه مچ تموم است، مچ تموم. آره بچه من خودم یه حس دیگه میده، یعنی بلادیش هست خیلی به دستمون گنده بود بعدم که حالا بگذاریم از اون این کلیک کردنش یه حس خیلی تمیزی میده و من اینجوری هم که اصلا خیلی نوع کلیک کردن با این دوست دارم. میدونید من حتی با A90 بازی کردم بچه اون موس خوبیه ها، ولی به نظر من این نوع کلیک کردن نشونی که آروم میره پایین، یعنی شما یه دونه اینجوری آروم هم فشار بدید این کلیکش میره پایین ولی اونا خیلی باید ببرید پایین دکترشو. این موس خوبیش همینه و من اینو دوست دارم. یارو بهت نداشت اوکی باید بریم ماشین میده فکر کنم رفت ماشین میده. آره مطمئنم. خلاصه بچه من با رایت کلیکش فقط باید نیستم وگرنه پی پی خیلی خوبه، بی نهایت خوبه
حالا بیشتر تعریف نمی کنم. هم نچه لوز بدیم. یارو شاید الان بده بزنه. ما اینجا یه طرف بگیرم. اما آرمه ندارم. طرف رو میگیرم. یه آرمه رو بلاش و دوباره میگیم بلاش. نمیشه بچه من با کلیکش خیلی حال میکنم. همونجور که گفتم حالا کم میره پایین خوبه و بدون رفت مشکل نداره. الان نه که استک نکرده این که استک نکرده راضیم، ولی اینا رو دستم میگیرم. یه آخره نچه دیگه چه فرق داره بالا که بمیرم دیگه بچه روز دارم. بابا و نتیجه بندی به نظرم این موز خوبه، اما رایت کلیکش کم CPS میده. وقتی که ترر هارد کنید تهش 20 یا 15 و تو حالت نرمال 11 تا بین 13. ولی چپ کلیکش چون که راحت تره میتونید هولوش 20 رو بگیرید باش. و اینکه شیپ موز واسه حرکت ساخته نشده و از روی اینکه من باش راحتم شما نرید بخرید، واسه من راحته ولی هر رو که خودتون سلام میدید. و اینکه مرسی که این ویدیو رو دیدید. ممنون میشم که همین الان چنل رو سابسکرایب کنید تا زودتر ساعت شماری سوسپک رو بدیم بیرون و من موز رو بگیرم. واقعا خیلی خوشحالم میکنید با حساب کوچیکتون. مرسی، خدافظ.